یه پسری هست به اسم اوبومسوک، دانش آموز مدرسه بیوکسانه. آره، اون بهم پیام داد برم یه کافه، ولی خب اونجا تنها نبود. هی تو حالت خوبه؟ حالت خوبه بچه؟ بقیه دانش آموزا کجا؟ من تنها اونجا بودم. خیلی خوب، اشکالی نداره، راستشو به همون بگو. نگران چیزی هم نباش. گفتم من تنها اونجا بودم. هی داری چی میگی؟ نزار سوها بفهمه چی شده. چی؟ یونشیون یونشیون بومسوک چیه؟ دیگه تمومش کن. سراغ سوها نرو. دارم میپرسم وقتی پسرمون آسیب دید تو کجا بودی؟ حرف اشتباهی دارم میزنم؟ فقط تو سرت شلوغه؟ فکر کردی من خونه استراحت میکنم و تو میری سر تمرین و بازی؟ خواستی با هم این کارو بکنیم، گفتی با هم بزرگش میکنیم، تو میخواستی بچه دار بشی. اون موقع هیچی نمیدونستم. فکر میکردم بدون اینکه مریض بشه خودش بزرگ میشه. شیون 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 در رو باز کن تا حرف بزنیم. شیون لطفاً در رو باز کن عزیزم. شیون بیا در رو باز کن بابا، باید با هم صحبت کنیم. وای خدای من. شیون مامان بابا دعوا نمی کردن، فقط حرف می زدیم همین. شیون یون شیون 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 بابا
عیبی نداره، حقیقت رو بهم بگو. اون دفعه هم که آشفته برگشتی خونه همین بود؟ جدی میگم، لیز خوردم از پله افتادم. بهت میگم حقیقت رو بهم بگو. چرا رفتی اونجا؟ همینطوری. مرخص شدی انتقالی تو میگیرم. همین که گفتم. نه نمیخوام. واقعا که آخه چت شده لعنتی؟ با این بدبختی بزرگت کردم، چرا حرفمو گوش نمیدی؟ بابا یه مدته که برام سوال شده از کی اینقدر برات مهم شدم. چی؟ هیچ. بله. آقای بومسوک الان خونه. چطور پیش رفت؟ با پلیس سوچو صحبت کردم. مدیر مدرسه‌ام در جریان همه چیز هست. خانمشون رفتن جزیره ججو، همونجا بمون مراقبش باش. نمیدونیم ممکنه چی کار کنه. یه مدرسه فیلیپینی پیدا کن بفرستیمش اونجا. بله. از کجا فهمیدی؟ آقای پارک به هم گفته بود ممکنه اونجا باشین. دیروز رو دارم میگم. پلیس با همون تماس گرفت. یونشیون اون بچه شکایت نکرده. گفته با هم دوست بودین. در جریان اعتراضات خواستشون چی بوده؟ خیلی مهمه. هی بیدار شو. با تو هم بیدار شو. آنسو دفعه پیش تا کجا خوندیم؟ چرا جواب نمیدین؟ مبصر تا کجا خونده بودیم؟ معاهده ژاپن و کره سال 1876 صفحه 100. جداً؟ خب پس صفحه 109 رو باز کنیم. درباره انقلاب دونهاک صحبت میکنیم. خیلی خوب. انقلاب کشاورزان دونهاک. برای فهمیدن انقلاب کشاورزان دونهاک باید برگردیم به یه مسئله خانوادگی پیش اومده، چند روزه نمیتونم مدرسه بیام. چرا دیشب خونه نیومدی؟ برای چی جواب تلفن نمیدی؟ چی میگی؟ نه فکر میکردم بیخیال شوخی تولدم شدین. هنوزم ادامه داره ها؟ تمومش کن. اصلا با مزه نی. اصلا هم شوخی نبود. ببخشید. بریم یه سیگار بکشیم. بلند شو.
چرا بومسوک مدرسه نمیاد؟ نمیدونم. به زنگ نزدی؟ مگه با هم صمیمی نیستی؟ تلفنشو خاموش کرده. خبر داری؟ زنگ زدی بگو پول تعمیراتو بده. باشه. چی؟ تعمیرات چی؟ $800 پول تعمیر شد. پولشو ندین میکشمتون تک تکتون. بنال. باشه. بومسوک لعنتی جواب بده. جواب آنسو رو چی بدیم؟ چرا یونشیون مدرسه نمیاد؟ نکنه جدا مرده باشه. یانگ بین خیلی زیاده روی کرد. نمیخواد گندش کنی. اگه مرده بود معلم میگفت بریم مراسم ختمش. خب لعنتی. وایسا خواهش میکنم. بومسوک بهت زنگ زد. تو جواب ندادی. برای همین دختره رو آورد که بیرون بکشتت. چی؟ همون دختره که باهات رفیقه ولی یهو به جای تو یونشیون اومد. بعدش بومسوک به دوست یونگوینگ قول پول داد که بزنتت. همش کار او بومسوک بود. ما فقط کنارش بودیم. چی شده؟ شیون کدوم بیمارستانه؟ امروز مرخص شد. ببخش به خاطر من شد. هی یونشیون خواست ازت مخفی کنی. لطفاً مشکل نترش. کیه؟ پیکم. چیه؟ یعنی چی آخه؟ تشنمه یکم بهم آب بده. زود باش. حالت خوبه؟ آره. چی کار داری؟ همینطوری؟ اومدم به سر بزنم. حالت چطوره؟ چطور؟ فردا مدرسه میای؟ امتحانات نهاییه. آره دیگه. مجبورم بیام.
خیلی خوب باشه، پس میبینمت. I'm with her now, discreetly. It's somewhere I need to go. Summer's gone and winter's coming. تو اتاقشه؟ بله. چه یه رفانی این تلاشکار. مت گفته بودم ماهی شرمندگیم نشی. مشکلت چیه؟ ها؟ مشکلت چیه؟ حفظی چند بار گفتم به حرفم گوش کنی، گفتم مراقب رفتارت باشی، گفتم به چشم کسی نیا. کار سختیه؟ آره؟ کار سختیه؟ عوضی اشغال بدت بخور عوضی. عقب افتاده یه لعنتی. تو میری خارج تا درس بخونی، حالا میخوای برو درس بخون، میخوای برو بمیر. فقط به کسی نگو که پسر منی، فهمیدی؟ هی ازش چشم ندارین. من ازت خواستم بزرگم کنی. آقای بومسوک لعنتی ولم کن اشغال. کجا باید برم؟ فعلا راه بیفتیم. جونگچان، سوهو، تهران. تا همه دوستاتو نکشتم گوشی تو جواب بده. وایسا خواهش میکنم. اگه نمیخوای اذیت چی بگو بومسوک بیاد. خب من نمیدونم اون کجاست، جدی میگم بهش دسترسی ندارم. پس تو هم باید همون بلا سرت بیاد. الو کجایی؟ میگم کجایی عوضی؟ چطور؟ بومسوک بهتره دیگه قایم نشی.
چی شده؟ آنسو را گیر بنداز. پولشو بهت میدم. بله بفرمایید. هی تو با سوهو حرف زدی؟ آره امروز صبح اومد خونمون. سوهو همه چی رو فهمیده، میدونه. چی؟ سر کار نیومد، جواب تلفنش هم نمیده. به تو حرفی نزده؟ میگم نکنه رفته باشه دیدن اوبومسوک ها. بذار بهش زنگ بزنم. میخواین فیلم بگیریم؟ عوضیه یه دیوونه. چی کار میکنین؟ اوبومسوکو مشتاق دیدار. باید سر من خالیش میکردی. با اون بیگناه ها چی کار داشتی؟ اونا چه تقصیری داره؟ معذرت میخوام. بابت ناراحتیت. عذرخواهی کردن. حالا تو هم از شون و یونگی عذر بخواه. نمیخوام. دلیلی نداره عذرخواهی کنم. عذرخواهی کن. این کارو نمی کنم. پس کتک بخور تا سر عقل بیای. ای آنسو. بیا بالا. واقعا به این عوضی پول دادی که منو بزنه؟ دلم برات میسوزه. این همه کارا برای من انجام دادی؟ باشه صبر کن، بذار یکم گرم بکنم. از من خیلی تمرین کردی. هر کی نداره فکر میکنه این کاره ای؟ یارو نمیاد زدم خورد خاک شیرت کردن.
ببن بیا بالا. خب خیلی منتظر موندیم بچه ها نه؟ یادتونه از شکست بزرگم تو راهنمایی میگفتم؟ امروز با اون یارو با یه مسابقه انتقام میگیرم. ببینی خدا یه ویونگ برنده بشه. بیا اینجا انگیزش کنیم. لطفاً پدر. تنها امیدمون تویی پسر. مسخره. لعنتی نزدیک بوده. خدای من دوباره. آفرین باش. حسابشو برس. حسابت مصوم بود نه؟ قوی باش بسه. مصومیت ما رو میخوایی چیکار؟ آفرین خودشه. آفرین بسه. بزنه. بچه پسر. دست بچه بیا بزن. خودشه. بزنش بگو. آفرین. بزنه. محمد کن. کارت درسته پسر پاشو. آفرین پسر. شانس آوردی. نشخال عباسی. مراقب باش. نگاش خود عباسی. بدبخت شدی. لعنتی مرد زد ناکارش کرد. عباسی. آی خدا. این چطور بود کثافت؟ کی باشی که دلت برام بسوزه؟ ها؟ تکرار کن ببینم. تو کی باشی که اونطوری نگام کنی که دلت برام بسوزه؟ لطفاً سر عقل بیا. بقیه رو مقصر ندار به اون ساک. لعنتی اسم من رو به زبان نیا. آباسی آباسی عشقان آباسی کثافت به درد نخور. ایدی همه چی میکشمت. بزنینش بچه ها. اشکاله بی همه چیز. آقای بومسوک. بومسوک. لعنتی باید بریم. به هم نس نزن. لعنتی ولم کن. بهت گفتم ولم کن آشغال عباسی. یانسو
آنسو لعنتی نفس نمیکشه. چی؟ آنسو لعنتی آخرین نفر شما دوتا بودین که زدینش. نمیتونین فرار کنین. من درستش میکنم. It was only just yesterday a chance to talk to you. It's summer already, still I don't know what to do. سو منو نگاه کن سو. خواهش میکنم نگام کن سو. بریم. بسه. هی منو ببین. هی بیا از اینجا ببرش. سو رو چیکار کنیم؟ احسا سب کن. شیون پیداش کردی؟ نه اینجام نیست. تلفنش هم جواب نمیده. یعنی میتونه کجا غیب ایستاده باشه. My dear, it's time for the 100th time. I finally do make up my mind. It's time I lose you for good. I'm lost again.